سلام و درود خدمت تمام اعضا و مخاطبین گروه کمک رسانی همدلی. با سلسله کمک های گروه کمک رسانی همدلی در ماه های 6 و 7 سال 2023 میلادی مبلغ 158 یورو در حساب گروه کمک رسانی همدلی جمع آوری شد که در ختم ماه ششم بانک 28 یورو کمیشن خود برداشت کرد. در نتیجه مبلغ 129 یورو و 50 سنت معادل 10538 افغانی از طریق وسترن یونین به افغانستان فرستاده شد که این مبلغ به 3 خانواده، هر خانواده مبلغ 3333 افغانی اهدا شد و 538 افغانی باقی مانده هزینه ترانسپورت دوستان ما در افغانستان شد که در ادامه روند اهدای نقدی را در ویدیوها خواهید دید. جا دارد از تمامی کسانی که در این شرایط سخت به خانواده ها و افراد فقیر جامعه کمک کردند سپاسگزاری کنیم با امید اینکه فعالیت های خیرخواهانه گروه کمک رسانی همدلی همچنان استوار بماند. کمک رسانی همدلی که همواره برای خانواده‌های مستحق کمک کردن. به سلسله از این کمک ها ای بار با مبلغ 10500 افغانی به دسترس ما قرار گرفته که ما برای 3 خانواده مد نظر گرفتیم که سهم از این خانواده عزیز مبلغ 3333 افغانی می باشه. خب مادر جان، خودت از مشکلات زندگی به ما قصه کنی کوتاه که این شرایط زندگی به خودت چگونه است؟ خب جان، من این شوارم یک شوار داشتم یک تخصیص داشتم ما آواره شدم این جندم این میخوانه یک مسلمان این میج مرا خانه کرایی هم نداده این میت مستحق گفتم اینجا بیشی که 4 روز گزاره کشنه این اینجا هستم. این خدا مهربانه دیگه از این 2 روز یا کم بیش مردم کمک میگه این یک گزاره هم نون دیگه. مادر جان، تو کس نداری که همیشه خود حمایت بکنی؟ نه کس ندارم. نه من هستم دیگه، نه خودم نمی‌جام. خب زمستان خودت چگونه سپری میکنی؟ با چه شرایطی؟ یک کم بیش مسلمان ها یک کلان پیسه که دادم نور یک چوب مود میخشون یک مخالفت نپیش خدا کنم مجبورم دیگه از مجبوری این کارم نمیدیم باشه. مادر جان، این مبلغ به مقدار 3333 افغانی است که از طرف گروه کمک رسانی همدلی به شما رسید. تشکر خانواد، خدا جان جر بده کمک خدا قبول کنه از هر کسی که هست. آره خدا دورم جانی جر بده. آره شای جان، من دم یک روپیه نیاز دارم دیگه. میفهم مادر جان. خب یک بار پول تا بشمار مادر جان که مشکل نداره. سه 3333 افغانی مادر جان. خب خدا مشکلات شما را نگاه کنه جان جر بده. بازم تشکر فراوان دارم از گروه کمک رسانی همدلی. تشکر میکنم از شما. تشکر میکنم از گروه کمک رسانی همدلی که همواره برای خانواده مستحق کمک شدن و این بار به سلسله از این کمک ها مبلغ 10500 به دسترس ما قرار گرفته است که ما برای 3 خانواده مستحق مد نظر گرفتیم و مبلغ 3333 افغانی سهم از خانواده عزیز می باشد. خیر ببینید و خیر باشد.
تشکر میکنم از گروه کمک رسانی همدلی که همواره هموطنان مستحق ما را کمک کردند و سلسله از این کمک ها ای بار ما با مبلغ 10,500 افغانی به دسترس ما قرار گرفته است که ما برای 3 خانواده مد نظر گرفتیم و سهم از این خانواده عزیز با مبلغ 3,333 افغانی می باشد. خانواده جان عزیز میشه کوتاه در مورد روزگار زندگیتان بگوین که شرایط شما چگونه است؟ خود جان شرایط از ما زیاد خرابه. شوهر محتاج به زیر پول رفته، بچه محتاج به زیر پول رفته، خرجونی ندارم، مرتکن ندارم، 3 دختر یک بچه 2 ساله دارم. این مده سرغم زیاد سر خودم منده، نه خرج زیاد پیدا میکنم نه سر پای زیاد پوشیدن میکنم. خودم دایم مریض، دوای دکتر، خانه کرایی خرج پیدا نمیکنم. قدر وضعیت خرابه دیگه، زیاد مشکلات های سخت گرفتار شدم دیگه. این تو بدبختی ها ترس مورد دیگه، روزای روز است که معاملات پیدا نمیکنم. یک دانان کنیار بیدون کوریش پوش مثل رود پای دو ترس مورد سختی بدبختی دیگه. من روزا ده سرمست دیگه. این تو شرایط زندگی من میرم خراب است دیگه. خداوند خودش کمک کنه. بشک خداوند عالم کمک کنه. و فکر شما است. خیلی تشکر که شما مت زحمت میشید. نمی قصد پرسان منیدم کاری من دک جهان تشکر شما زیاد تشکر. متجر به مبلغ 3,333 افغانی از طرف گروه کمک رسانی همدلی به شما رسیده است. تشکر خیلی زیاد تشکر خیر کنید. خداوند تو نگاه کنه، خداوند کمک شما کنه. زیاد تشکر شما که کمکم کاری قجقه مستقیر و غریبا منید خیر کنید. خداوند شما نگاه کنه دیگه. یک جهان زیاد تشکر شما که کمک از مور منید. دوستایی که مایل هستند از طریق گروه کمک رسانی همدلی به افغانستان کمک کنند میتونن به شماره حساب متذکره مبلغ دلخواهشان را واریز کنند و همچنان میتونن با ما از طریق واتساپ گروه کمک رسانی همدلی در ارتباط باشند. تشکر از شما دوستانی که تا این دم با ما همراه بودید. تا ویدیوی بعد، خدا یار و نگهدارتان.